سلام علیکم. من عبدالصمد ولد عبدالغفار باشنده چیزتون. تاریخ روز یکشنبه من به تفریح در پارک شهر رفته بودم. در پارک شهر رفته بودم. از پارک شهر طالبان اومده بود، درشه امنیت ملی داشتن، در گازکا گاز میخوردن. در مابین از یک نفر سینما اشاره کرد، من در چوکی شیشه بودم. آمد برای من گفت که من که تو کار دارم. مرا در بغل شان گفت تلفنایتو باز کن. گفت تلفنایتو باز کن. من تلفن رو باز کردم. هم یک تلفن رو باز کردم، سعی کرد چیزایش چیز نبود. در تلفن دومگاه تلفن خانه‌ام بود. تلفن خانه‌ام بود و کد از کد خورده بود و واز نمیشد. بازی گفت بیا برین موتور بالا شو. بعد مرا دوباره گرفت، برد لنجر بالا کرد. لنجر بالا کرد، مرا خلاق برد طرف کارتی سخی، هم پیش زیارت کارتی سخی اونجا ریاست امنیت ملی بود، اونجا مرا بردن. مرا که داخل کردن، داخل سیده دادن تاکوی تا کردن. در تاکوی که تا کردن دستم ور چک کردن و میز شوندن. باز پرسان کردن آمدن. مرا گفت واز که چی داره؟ گفت من ایره واز نمیتونم که لمبر خانه است، ایره لمبر خانه کد دادم، من نمیفهمم سرتی. مرا چپا کردن. پایپ چی گرفتم؟ پایپ همین گاز دبره در گردنم داریم، یعنی که داریم سعی کرد بوکس که مخابره و که لغت در روی زدن. اول که بوکس اول روی زدن. دوم از این مرا که چپا کردن، گفت من نمیفهمم کد زیره. باز مرا بردن دیگه بود باز نافتن. باز نیم ساعت باز مرا کشیدن. باز دستم چی ما چکند بوکس لغت مرا زدن. در روی این دست سرم بوکس لغت زدن. ما بیهوش شدم، اونجا افتادم. باز دوباره مرا در اتاق بردن. گفت که بگو تلفن کوچ واز کن. من گفتم تلفن کوچ من نمیفهمم. کوچ من نمیفهمم. در خانه کد دادن، کد خانه است، من سر از نمیفهمم. دوباره بازی پایپ گرفتن. پایپ 3x4 پایپ هوا گرفتن. در این حالت رساندن پشت مسایل این رقم را رساندن. در این حالت ما لطف کوب کردن، ما را زدن. بعد از اون زدن موتر گرفت، گفت که موتر تو خیلی کجاست. برای بچه ما زنگ زدن که پدر تو موبایل چرا خون داره، موتر داره. برای بچه ما زنگ زدن. بچه ما گفته که بچه خورده است، گفته که موترش هست اینطور. من گفت موتر کجاست؟ ما تو موتر در پارک شهر. گفت کلیش. گفت من کلیش گرفتم، دروازه رو قفل نکردم. ما رفتم تو اتاق ماندم. یا تو با تلاش با دوید رفتم پیش موتر من. یا که با موتر رفتم بر ما اون جلانی برق آورد. گفت باش تو قرار نمیکنی، لاین برق سیم آورد موتر برق میکنم.